минбаъд сокинону меҳмонони шаҳри Хуҷанд имкон доранд ки дар як макон тамоми намуди либосҳои мардонаро бо доираи интихоби васеъ ки моли ширкатҳои маъруфи Туркия аст харидорӣ намоянд. با تشبث صاحبکاری محلی در پرتو دستور و هدایت‌های اصلگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان بخشیده به استقبال جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند باز یک مغازه بزرگ فروش لباس و پایافزال تحت عنوان عالم لباس و پایافزال مردانه اصل مورد بهره برداری قرار داده شد. اطلاع داده شد که مغازه مذکور در پهلوی بازار مرکزی پنجشنبه با مساحت 650 متر مربع جایگیر گردیده تمام خدمترسانی‌ها با سطح عالی به راه مانده شده است. در مغازه نمونه زیادی لباس‌های مردانه بخصوص لباس و پایافزال استحصال شرکت‌های معروف ترکی و دیگر برندهای جهانی به فروش گذاشته شده است. از هر لباس تا 300 نمود با طرز و اصول معاصر به مزاجان پیشنهاد می‌گردد. مقصد و هدف اساسی ما این بلند برداشتن صفت خدمترسانی به مزاجان در مغازه از لباس‌های گوناگون مردانه با размерҳои гуногун мавҷуд мебошад. сокинон ва меҳмонон метавонанд аз мағозаи мо омада ба худ бо нархи муносиб ва нархи дастрас либосҳои зебои шинамро харидорӣ намоянд. молу маҳсулоти мо бештар истеҳсоли кишвари Туркия. мо тасмим гирифтем гуфтушунидҳо идома дорад. рӯзҳои наздик آن مولو محصولاتی که برای دستگیری کردن صاحبکاری وطنی مولو محصولات وطنی خود را برای مزاجان پیشکش نماییم. باید گفت که مغازه زیبا و برهوا با 12 قسمت‌های گوناگون از جمله شعبه فروش جوراب‌ها، کرته‌ها، شیم و کاستیوم، لباس‌های ورزشی، پایافزاری سبک، پایافزاری رسمی و غیره تقسیم شده هر یک بخش در علاوه با نرخ‌های دسترس پیشنهادی مزاجان گردیده است. طوری که مؤسسه مغازه عالم لباس و پایافزاری مردانه اصل اظهار داشت هدف از افتتاح مغازه فراهم آوردن شرایط به نفرانی دارای ذوق بلند زیبایی پرستی با نرخ‌های دسترس میباشد. خریداران در مغازه مذکور امکان دارند که تمام نمود لباس و پایافزال مردانه را با صفت بلند و نرخ‌های دسترس خریداری نمایند. ما عادت کردیم که همون ویشلک‌ها ریخته می‌مونیم، لیکن اینجا مثلا یک چند نمودی پیشنهاد لباس است. خب آن را معرفی کردن است که بانک با میکنم که بنیادگذاران این همین مغازه از خارج آموخته آمدند که یک نوگانی کنند، نوگانی را در شهر خوجند جاری کنند. گمان میکنم که این یک پدیده خوب است برای هم شهر خوجند، هم ولایت سوق و هم برای کل ساکنان. به فکرم این مغازه مفید است، فایده‌ناک است. باید گفت که در مرکز سودا علاقه 5 نفر با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردیده مؤسسه آن عزم دارد که در دایره امکانات و امتیازات دولت و حکومت فعالیت خویش را باز هم گسترش بخشیده جای کاری و نامگوی مال‌ها را در آینده نزدیک زیاد نماید. همچنین با شرکت‌های مال استحصال کننده وطنی شرطنامه‌ها بسته شدند. انتظار می‌رود که یک بخش دیگری لباس‌های استحصال خودی در این مغازه به فروش گذاشته شوند. در روز افتتاح مرکز تجارتی عالم لباس و پایافزال مردانه اصل به مزاجان نقاب‌های محافظتی از بیماری‌های سرایتی تقدیم کرده شد.